خب سوال دیگری که آورده است گفته است خب آیا خون طهارت را می شکند؟ برادرای عزیز و گرامی، این پیش من حاضر یک کتاب هست. نام این کتاب آثار السنه از علامه محدث محمد ابن علی نیموی که این کس برادرای عزیز حنفی مذهب هستند. خیلی کتابشون هم کتاب معتبری هست، زیرا که هر یک حدیثی را که میاره در زیرش تخریجاش است که کدام مثال در کدام کتاب این حدیث آمده است، اسناد این حدیث چی هست، همشون در زیر همین حدیث ها بیان شده است. زی خاطر در اینجا حدیث های را این حضرت بیان کرده است که از حضرت عایشه میارد، میگد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اصابه قیء او رعاف خب او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضأ. در حدیث آشکارا آمده است، پیامبر نازنین گفته است هرگاهی که اگر کدامی از شما با پوری دهان وقتی میگردانین قی میکنین میپرتایین یا یک مقدار خوراکی را خوردین رفت در معده و از اونجا با پس گشت با پوری دهان پرتافتین، او رعاف خونه که از بینی جاری می شود، بینین، او مزیون یا مزیه که برادرای عزیز مقصد خواه انا بسیاری وقت انسان در یک چیز مثال فکرش می رود یا با زنش مثال گفتگوی دارد، کمی آبی که مقصد بیرون می شود. حضرت عایشه مادرم از پیامبر نقل دارد که وقتی اینها که در شما که پیدا شد فلیتوضأ، شما از سر نو طهارت بگیرید. یعنی این حدیث باز برادران عزیز و گرامی که انا در زیرش در ابن ماجه می آید و با مقصد روایت مادرمون حضرت عایشه میگیرد، حتی میگه اگر شما مفصلتر خواهید که این حدیث رو اگر دریافت کنین در بخاری هم میگه در باب استحاضه آمدگی هست انا که زنی که نزد پیامبرمون آمدن، ولی من در همین ابتدای کتاب مقصد او حدیثی را که اشاره کرد که از اینجا مثال شما نگاه کنین، من اینجا هم دیدم که همون انا خلاص برادران عزیز، اگر چنده که این مسئله را مقصد در مذهب امام شافعی مقصد آمدن خون جاری را یا مذهب امام مالک اجازت میتن که اگر خون جاری هم که باشد مقصد شکننده طهارت نیست. اونا دلیلای کاز میارن. این حاضر ما در باب استحاضه از همین کتاب حضرت همین جمع حضرت عایشه مادر میگه جاءت فاطمه تو بنت ابی حبیش، همین حضرت فاطمه دختر ابی حبیش پیش پیامبرمون آمد و از زیاد آمدن خون یعنی چیکار کرد؟ شکایت کرد که مقصد من نفری هستم که همین خون زیاد میره. استحاضهش برادرها و خواهرای عزیز یعنی مدت های 3 روزه، کمترینش اکثرش 10 روزه. وقتی ای 10 روز زیاد که آمد او را استحاضه میگن. ولی در آخری حدیث هم مقصد نگاه کردم که پیامبر نازنین هم در همینجا اشاره کردن که یعنی خب گفتن که فقال لا، گفتن انما ذلك عرق ولیست بالحیضه. گفتن فاطمه گفتن او یکی از 10 روز زیاد میآید، گفت
او دیگه حیض نیست. او را گفت ذالکه را عرق میگن. یعنی عرق خونه که از رگ بیرون میشود. یعنی وقتی که خونه که از رگ بیرون شید، طرف فاطمه دختر ابی حبیش ده پیامبر چی گفت؟ گفت که برای طهارت کن. یعنی به خون طهارت که گفته، همین را حضرت هم دلیل آورده است و حضرت امام ابو حنیفه هم همین را برای ما و شما اسناد کرده است که اینجا چند حدیث ها است، ولی با استناد این حدیث ها در مذهب خودمان خون شکننده طهارت به حساب می رود. اون امام شافعی هم از غزوه ذات الرقاع از حضرت جابر دلیل میارد که صحابه مقصد نماز میخواندن، زمانی که در بدن او تیر رسید و از جای تیر خون جاری شد ولی وی نمازش مقصد قطع نکرد. برادر عزیز، اینجا هم دانشمندای مذهب حنفی میگن که او حالت یا حالت اضطراری بود، یعنی در یک حالت ضرورت قرار داشت. اگر همین خیلی حالت در بالای ما هم که بیاید، ما به همون خون جاری هم نماز ما نمیخوانیم. لیکن گپ در سر این است که اولی ما در میدان جنگ نیستیم، آیا تیر در بدن ما نیست؟ در این حالتهایی که امروز ما قرار داریم، برادران عزیز و گرامی، با حدیثی که جناب امام بخاری حتی میارش که این زنی که پیش پیامبر آمد که از 10 روز زیاد شد، دیگر خون استحاضه گفت خون رگ است. گفتیم مقصد این دیگه حیض نیست، زیلیاز از خون استحاضه گفت، یعنی از برآمدن خون گفت. بچه هم دیگر چیکار کن؟ طهارت کن. برای همین شکننده طهارت این خون به شمار می رود. خب حتی همون بسیاری از حتی پیروای امام شافعی، حتی پیروای امام مالک، خودشون هم در همین مسئله رخصت دادن جاری شدن خونم بحث و مناظره ها دارند که حتی میگن این خونی که جاری می شود به آیت قرآن ثابت است که خون مقصد خودش این نجیس هیاخه. وقتی نجیس که از بدن ما بیرون می شود، یا خون وقتی که در لباس می زند به نماز میکند کو. زین لحاظ حتی همون صحابه هم که خان به همون خون جاری، او خون جاری لباس شب به نماز میکند کو. گفته با در بین خود همین دانشمندای امام شافعی و امام احمد حنبل بحث و مناظره است. زین لحاظ برادران عزیز و گرامی، خون طهارت را می شکند. لیکن در مسئله خون یا زرداب، اگر من طهارت داشتم، یکی مبادا بینیم خون سر کرد، یا یک جای زخمی بود خونش جاری شد، یا زرداب جاری شد، این حالت در استنجا یعنی بین پا را شستن شد ضرورت نداره. فقط شما باقی اعضا را دست رو میگیم تا پامونم داخل می شود، همین ها را میشویم، تمام، دیگر ما صاحب طهارت میشیم. برادر عزیز، اینجا با سوال دیگری آمده است که اذان فرض است یا سنت؟ اذان برادران عزیز سنت است. الاذان سنتون، یعنی اذان برادران عزیز از زمره حکمش سنت است. خب یعنی واجب و فرض نیست.